قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. برای همه عزیزان، خواهران و برادران ارجمندم معلوم است که اسلام در دو مرحله و در دو دهه شکل پیدا کرد. در دهه اول پیامبر بزرگوار اسلام در مکه بودند. 10 سال در مکه تعدادی از آیات قرآن نازل شد و اولین آیه و اولین شرط مسلمانی هم این بود که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. دیگه بیشتر چیزی نبود. همین در همین آیه آمد که فقط هر کس همین آیه بخونه مسلمان. لا اله الا الله. و پیامبرم گفتن که همین آیه هر کس بخونه مسلمان. لا اله الا الله. خب کم کم باز رسالت پیغمبر اکرم و کم کم نماز و کم کم روزه و بعض مسائل دیگری آهسته آهسته. بعضی ها مسلمانایی بودن که فقط لا اله الا الله میگفتن مسلمان بودن. و از بعضی ها لا اله الا الله محمد رسول الله میگفتن مسلمان بودن. بعضی ها باز نماز را اضافه میکردن مسلمان بودن. بعضی ها باز کم کم روزه اضافه شد مسلمان شدن. باز کم کم حج و زکات و اینها اضافه شد باز مسلمان شدن. باز حج پیامبر خدا از مدینه حرکت کردن آمدن. سالهای اول نمیگذاشتن حج. کم کم با وجوب حج مسلمان ها تعدادشان زیادتر شد. اسلام مرحله به مرحله وجوب پیدا کرد تا 10 سال. بعد از 10 سال عرصه برای زندگی و تبلیغات دینی و اسلامی برای پیامبر خدا تنگ شد. از مکه مهاجرت کردن آمدن به مدینه. خب حالا اونهایی که در مکه مسلمان شدن که هنوز خیلی احکام دینی دیگه هنوز نرسیده بود. خب اونا مسلمان هم دیگه. باز اینایی که در مدینه مسلمان شدن احکام دینی دیگری رسید. باز اینا مسلمانای سال اول هم مسلمانن که هنوز همه دین نیامده بود. مسلمانای سال دوم و سوم و سال دهم اینا مسلمانن که همه دین نیامده بود. با آخرا به مدینه منوره آن وقت آیه نازل شد به روز غدیر که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. و روز غدیر که این آیه شریف نازل شد و پیامبر خدا بازوی مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام را گرفت و برای مردم معرفی کرد که علی منی و انا من علی. علی از من است و من از علیم و علی خلیفه و جانشین من است بعد از من. سفر آخر رسول گرامی اسلام بود که از حج برنمی‌گشتن که پیغمبر اکرم بیان کردن که دیگه شاید بین شما بعد از این نباشم. جانشین دینی و شرعی و حجت شرعی خود را که امیرالمؤمنین علی علیه السلام بودن برای مردم در همین سفر معرفی کردن و روز عید غدیر سرلوحه تاریخ امامت و ولایت شد برای ما و از اون روز ولایت امیرالمؤمنین و امامت امیرالمؤمنین علی علیه السلام حجت پیدا کرد برای ما. از اون روز تا اون روز خب مسلمان بودن دیگه. مسلمان بودن تا اون روز که ولایت و امامت امیرالمؤمنین اعلان نشده بود. اما بعد از اعلان ولایت و امامت امیرالمؤمنین که اون وقت محبت اهل بیت و امامت امیرالمؤمنین علی علیه السلام جزء اسلام شد و یک رکنی از اسلام شد و یک پایه‌ای از اسلام شد. آن وقت مسلمان هایی که در این دوره به وجود آمدن بعد از غدیر
اینها سبب نمیشه که مسلمانایی که قبل از در طول 20 و چند سال اینا مسلمان شده بودن در جامعه اسلامی کار میکردن، ما اینا رو مسلمان ندارن. مسلمان بودن دیگه. باز بعد از غدیر ولایت امیرالمؤمنین اعلان شد و بعد از اعلان یکی از پایه‌های دینی و یکی از پایه‌های فکری اعتقاد دینی و اسلامی ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام شد. خیلی خوب. مرحله دوم مرحله مدینه بود که پیامبر خدا آمدن. به مدینه که آمدن پیامبر خدا اعلان تشکیلات اداری حکومت اسلامی کردن. در مکه حکومت اسلامی وجود نداشت. مرحله تبلیغ میکردن، زمین سازی میکردن، ذهنیت سازی میکردن، مردم آماده میکردن، جهان آماده میکردن برای پذیرش دین مقدس اسلام و آیات نازل میشد برای پیامبر خدا که مردم دعوت به دین و اسلام کنند. در مدینه که آمدن حکومت سازی و حکومت داری پیامبر خدا شروع کردن. حکومت داری از اول شروع نشد، در مدینه شروع شد. اول اداره‌ای که ساخته شد در مدینه منوره قصر ریاست جمهوری نبود، ساختمان و امارت و وزارت و اینها نبود. اولین ساختمان اداری که برای حکومت اسلامی ساخته شد همین مسجد النبی که رفتن زیارت کردن و میشناسن به نام مسجد النبی، مقعد پاک پیامبر خدا در اونجاست. تمام مرکز تشکیلاتی اسلام مسجد، همه مسجد، در همین مسجد یک گوشه به نام قضاوت بود، یک گوشه به نام درس بود، یک گوشه برای نماز خواندن بود. گوشه ها و زاویه های از این مسجد هر کدام کار خاصی را انجام میدادند. همین الان هم همون رسم هنوز مونده در داخل مسجد النبی، مسجد بزرگ پیامبر خدا. به یک گوشه تفسیر گفته میشه، به یک درس‌های علمی گفته میشه، به یک گوشه نماز خوانده میشه. همین وضعیت مانده. حکومت اسلامی از همینجا شروع شد. اولین کاری که اسلام برای جامعه اسلامی و حکومت سازی انجام دادن ساختن مسجد. از این که مسجد اولین پایگاه اسلام است. لذا قداست داره، لذا برکت داره، عظمت داره. اگر مسجد خدای ناخواسته نجس شد، بر همه مسلمان ها واجب است که مسجد را پاک کنند. تا مسجد پاک نشه وجوب پاک کردن از گردن هیچ کس نمیگرده. هر وقت مسجد پاک شد اون وقت ما بریوزن بشیم. نگه داشتن مسجد و پاک نگه داشتن مسجد یکی از وظایف همه مسلمان هاست. مسجد بسیار عظمت دارد. مسجد برای ما همه چیز است. خانه پیامبر است، خانه خدا هست، خانه ائمه است. همه چیز برای ما مسجد است. لذا یک رکعت نماز خواندن در مسجد برابر است با 70,000 رکعت نماز بدون مسجد خواندن. پیامبر خدا فرمودند لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. برای همسایه مسجد نماز نیست مگر اینکه به مسجد کنید. اگر همسایه مسجد هستید باید به مسجد نماز کنید. نماز رو جماعت کنید. از پیامبر خدا سوال کردن فلان کس به مسجد نمیآید. پیامبر خدا فرمودند از ما نیست. به مسجد نمیآید از ما نیست. پس باید کوشش کنید که به مسجد بریم، به مسجد راه پیدا کنید. هر جایی که مسجد میشه، هر جایی که عنوان مسجد پیدا میکنه باید ما متوجه این قضیه باشیم به مسجد. خب قدم دومی که برداشته شد برای
ساختن جامعه اسلامی و امت اسلامی و اداره اسلامی چی بود؟ قدم دومش. قدم دوم این بود که اسلام مرکب شده بود از مهاجر و انصار. مهاجر اونایی که از مکه آمده بودن، از دیگه کشورها آمده بودن، از دیگه اطراف آمده بودن، از حبشه آمده بودن، از ایران آمده بودن، از روم آمده بودن، از افریقا آمده بودن. اینا مهاجرین بودن، همراه پیغمبر خدا آمدن به مدینه. مدینه مردمی که در مدینه ساکن بودن اینا انصار بودن. چرا اونا مهاجر اینا انصار؟ به خاطر اینکه انصار مهاجرین یاری کردن، کمک کردن. وقتی کمک کردن یار به خانه ها خود را دادن. پیغمبر خدا رو بودن به خانه خود، پیغمبر خدا آمدن به این مسجد، دیگه اصحاب پیغمبر خدا هر بودن با خانه های انصار، اینا رو بردن، نان دادن، آب دادن، تأمین کردن، زندگیشان امنیتشان گرفتن، اینا رو بردن به خانه، اونا انصار شدن به اینا مهاجرین. آنها پیغمبر خدا گفتن کفایت نمیکنه در جامعه اسلامی، این کفایت نمیکنه، باید بیشتر از این باشه، باید نزدیکتر از این باشه. آنها فرمودن که باید شما با هم دیگر برادر باشید. انما المؤمنون اخوه، مؤمنان برادر هم دیگر، اینا باید برادروار زندگی کنن. اون وقت مسئله عقد اخوت رو وجود آمد. عقد اخوت، هم مسلمان رو جمع کردن دو مسجد، گفتن بیاین دیگه امروز همه باید برادر باشیم. اگر سیاه افریقایی است بلال حبشی است، اگر ابوذر غفاری است، اگر سلمان ایرانی است، سلمان فارسی است، اگر صهیب رومی است، اگر عرب بادیه نشین است، اگر از حجاز است، اگر از عراق است، از هر جا هست، اینا باید با هم دیگر برادر باشن. آوردن عقد و اخوت بستن، گفتن با هم معانقه و مصافحه کنید، شما برادرید با هم دیگر. همون برادر شدن با هم دیگر. آنگاه امیرالمومنین علی علیه السلام ماندن که با هیچ کس دیگه عدیل و نظیر پیدا نشد که با علی علیه السلام برادر باشه. هر کس با یکی برادر شد. علی علیه السلام تنها ماند. فکر برای امیرالمومنین علی علیه السلام پیدا شد که خب اینا همه برادر شدن، ما بی برادر ماندم. امیرالمومنین در تنهایی و در فکر فرو رفت. پیغمبر خدا فهمیدن که علی ناراحت شده، علی را خواستن گفتن که ما برادر تو هستم. علی و پیغمبر عقد و اخوت بستن. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیرالمؤمنین. اون وقت پیغمبر خدا با امیرالمؤمنین علی علیه السلام عقد و اخوت بستن و اینها شدن برادر و سایر مسلمان ها هم شدن برادر و عقد و اخوت در اسلام از اینجا به وجود آمد که همه برادرن. وظیفه برادر چیست؟ برادر با برادر چی وظیفه داره؟ مؤمن برای مؤمن چی وظیفه داره؟ این دیگه خود عزیزان، خواهران و برادران میدانن که خواهر و برادر اینا با هم دیگر چقدر محبت دارن، چقدر رابطه دارن. هیچ رابطی در دنیا از رابطی برادری محکم‌تر نیست. لذا شما میبینید وقتی که حضرت ابوالفضل عباس به میدان و کنار شط فرات ایستاده است، حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام که میآیند میبینن قامت زیبا و سرگونه ابوالفضل عباس بر روی زمین قرار گرفته، ابو عبدالله حسین علیه السلام چیکار میکنن؟ دستها را به کمر میگیرن و صدای حسین علیه السلام بلند میشه: الان انکسر ظهری و قلت حیلتی. تمام شهدا که از دنیا رفتن برای امام حسین علیه السلام انقدر تاثیر نکرد. علی اکبر که از دنیا رفت انقدر اثر نبخشید برای حسین علیه السلام تا زمانی که پرچم به دست قمر بنی هاشم بود. حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام هنوز امیدواری و پیروزی ها داشت و وقتی کنار جنازه ابوالفضل عباس آمد گفت: الان کمر حسین شکست. برادر، مرگ برادر کمر رو میشه.
اگر آدم احساس برادری بکنه، برادر با برادر، مؤمن و مسلمان، و انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. این آیه شریفه و آیات دیگری هم داره که مسلمان ها رو برادر خطاب کرده که اینا برادرن با هم، و باید برادر باشن. ما دیگه چیزی نداریم در اسلام که اساسی تر و مهمتر از بنای برادری باشه، از ساختمان برادری باشه که این برای همه انسان ها و برای همه مسلمان هایی که در دایره اسلام هستند این اصل وجود داره. بنای اسلام بر اصل است، اصل اسلام بر اخوت است، اصل اسلام بر محبت است، اصل اسلام بر دوستی مسلمان ها نسبت به همدیگر است. اینها باید همدیگر را تحویل بگیرند، باید همدیگر را، یعنی اگر در خانواده برادر داریم، خواهر داریم، همسایه ما هم برادر ماست، دوست ما هم برادر ماست، مغازه پهلوی ما هم برادر ماست، دوست ما که در شهر دیگری هم از برادر ماست، دوست ما که در کشور دیگری هم برادر ماست، مسلمانی که در هر جا هست و در هر جا زندگی میکنه. لذا اولین ملاقاتی که صورت میگیره که با هم دیگر بگن سلام علیکم و رحمت الله، همین سلام به معنای اینه که برادر برای شما سلامتی میخواهیم و اینا با هم دیگر رخ میشن و دوستی و محبت هم دیگر داره. خوب، من شما حواله میکنم به یک کتابی که او کتاب شما مطالعه کنید. از این جهت میخوایم آدرس یک کتاب رو بگم که دیشب یک کسی از من پرسید که همین حدیثی که تو خوندی که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام خلیفه دوم فرستاده و جنگ نفرستاده و جلوگیری کرده که به جنگ نره، گفت که این حدیث نیست، این کلام حضرت علی علیه السلام نیست. من گفتم که این کلام به نهج البلاغه دیگه، دیشب از نهج البلاغه خوندم. بعد گفت که نیست به نهج البلاغه. گفتم اگه به نهج البلاغه باشه چند میدی؟ بعد همین گفتم چند میدی؟ قصی پول رو ببینی آمد دیدم سوز شد. از این جهت کوئی کلام به نهج البلاغه. از این جهت دیگر که امشب بخوایم بخونم برای شما ایرم مستند میکنم به یک کتابی که اگر باز کسی آمد که این به کتاب نیه، باز همین کتاب رو من برای شما خوشبختانه این کتاب یک جلد رو با خود آورده بودم. این جلد کتاب دادم به جناب آقای بختیاری و کتاب بسیار کتاب خوبیه، بسیار کتاب مانیفیست شیعه، مجموعه و اصاره و خلاصه عقاید شیعه به صورت پاک و خلاص در این کتاب نوشته شده. مؤلف این کتاب علامه مظفره. علامه مظفر صاحب کتاب‌های زیادی است که کتاب‌هایش در حوزه علمیه درس داده میشه. اصول فقه از کتاب‌های علامه مظفر، منطق داره، اصول داره، کتاب‌های زیادی داره که در حوزه نجف و در حوزه ایران این کتاب‌ها درس داده میشه. یک کتاب هم بود به نام عقاید الامامیه، عقیده‌های مردم امامیه. این کتاب به دست من رسید، من این کتاب رو ترجمه کردم، از عربی به فارسی این کتاب رو ترجمه کردم و در ایران 12-13,000 جلد از این کتاب چاپ شد و پخش شد و 5-6,000 جلد هم به افغانستان رفت. این کتاب به همه جا پخش شد و کتاب بسیار خوبی. در همین کتاب حدیثی از امام جعفر صادق صلوات الله و سلامه علیه نقل شده که امام صادق صلوات الله و سلامه علیه یک صحابی داشتند به نام معلا ابن خمیس. معلا ابن خمیس از اصحاب امام جعفر صادق آمد پیش امام علیه السلام، عرض کرد آقا همه حقوق مسلمان رو بگیم، مسلمان چی حقی داره؟ امام فرمودن اخاف ان تضیع ولا تحفظ و تعلم ولا تعمل. من میترسم اگر حقوق مسلمانان رو تو بگم و تو بفهمی و عمل نکنی، حالا اگر آدم بفهمه عمل کنه خوب، اگر نفهمه
و عمل نکنه میگن نفهمیدم عمل نکرده. امام گفتم میترسون که ما بگم و تو بفهمی و عمل نکنی و این بار گناه تو زیاد بیاد. اصرار کرد که بگیم یا رسول الله بگیم. بعد امام فرمودن که یسیر هذا الحق علینا، بعد فرمودن کمترین این حق اینه که آنچه که تو برای خود میخوایی برای برادر مسلمان داشته باشی. ان تحب لاخیک المسلم ما تحب لنفسك و تکره له ما تکره لنفسك. آنچه را که برای خود میخوایی برای برادر مسلمان خود خواسته باشی و آنچه را که تو نمیخوایی برای خود و خانواده خود برای برادر مسلمان خودم نخواسته باشی. متوجه باشیم که اینجا هیچ قید و شرط نداره. این مسلمان افریقایی باشه، ایرانی باشه، عراقی باشه، پاکستانی باشه، امریکایی باشه، این مسلمان از هر جا میخواید کلمه مسلم اطلاق شده. مسلمان آنچه که برای خود میخواهی برای برادر مسلمان خودم خواسته باشی. و ما باید الان نگاه کنیم و دل و نفس خود نگاه کنیم. آیا آنچه که ما برای خود و زن و بچه خود و خانواده خود میخواهیم برای دیگر مسلمان ها میخواهیم؟ اگر میخواهیم چرا غیبتش میکنیم؟ اگر میخواهیم چرا رو تهمت میزنیم؟ آیا راضی این کسی غیبت ما بکنه؟ آیا راضی این کسی با ما تهمت بزنه؟ آیا راضی این کسی ما بخوره؟ آیا راضی به امانت ما خیانت کنه؟ آیا راضی به فرزندان ما اذیت برسانه؟ آیا راضی به مغازهش بریم کم فروشی بکنه؟ راضی تقلب بکنه، غش بزنه به معامله؟ اینا راضییم؟ اگر راضی نیستیم که کسی به ما این کار را انجام بده، برادران چرا پس ما انجام میدیم؟ چرا انجام میدیم؟ امام صادق فرمودند علیه السلام کمترین حق برادر مسلمان بر تو اینه که آنچه را که دوست داری برای خود همین را برای برادر مسلمان را خواسته باشی. این حق مسلمانه. خب ولی اگه این حق ادا نکردن چیکار کنیم؟ با قانون اسلام عمل نکردن. دوم، ان تجتنب سخطه و تتبع مرضاته و تطیع امره. دوم فرمودم که باید از خشونت و غضب آوردن برادر مسلمان خود دوری کنی. کاری نکنی که برادر مسلمان به خشونت متوسل بشه، به غضب بیاید، ناراحت بشه. باید کاری بکنی که رضایت او را به دست بیاری. همیشه باید رضایت برادر مسلمان به دست بیاری، رضایتش و امر اطاعت کنه. امر برادر مسلمان اطاعت کنه. برادر مسلمان نمیشناسی از کجا هست. مسلمان آماده به تو امر کرده، امر او نگاه میکنی، اگر در توان تو از انجام میری و رضایت او به دست میاری. آیا ما روز چند بار رضایت کسی به دست میاریم؟ آیا ما رضایت خانوم در خانه دست میاریم؟ آیا ما رضایت فرزندان و اولاد به دست میاریم؟ آیا ما رضایت شوهر به دست میاریم؟ امروز که بخصوص در این شرایط، در شرایط زندگی غربی و اروپایی و امریکایی ما رسیدیم، آیا عوض نشدیم؟ آیا خانم عوض نشده؟ آیا آقا عوض نشده؟ آیا فرزندان عوض نشده؟ آیا محیط گرم و خانواده سرد نشده؟ پریشان نشده؟ خانومی که الان ماشین سوار دیروز هم شطور پیدا نمیشد سوار باشه و همچنین آقا خانومی که دیروز مثلا به افغانستان زندگی میکرد پیدا کردن لقمه نان به همه مشکل بود، امروز حساب بانک داره، امروز کار داره، امروز پست داره، امروز مقام داره. آن وقت فکر میکنه خب به افغانستان خانم
آقا نان می آورد. امروز دیگه ما چی احتیاجی داریم؟ یکی نان نمیارم، نان خود ما پیدا میکنیم. آیا شوهر برای نان آوردن بوده که فقط نان بیاره؟ آیا خانوم برای غذا پختن بوده که فقط غذا پخته بکنه؟ خانوم بیاریم لباس پوشونه و غذا پخته کنه. و از اون طرف شوهر برای نان آوردن بوده. ما به این خاطر شوهر می‌خواستیم که امروز با لب نان رسیدیم از شوهر فراموش کنیم. و یا امروز ماشین لباسشویی لباس ما میشونه دیگه نیازی نیست خانم لباس بشونه، پس نیازی به خانم نیست. این چیزها اثرات فوق‌العاده منفی در محیط چوکات خانواده گذاشته. لذا میبینید آنهایی که ظرفیتشان کمه، ایمانشان کمه، سطحی دینیشان کمه، اخلاق دینی به اسلامیشان کمه، هدف از زناشویی، هدف از خانواده، هدف از پدر و مادر بودن اینها نمیفهمن. امروز با مشکلات گیر کردیم. لذا من تأکیدم بر اینه که باید همه مطالعه کنیم، همه به مراکز دینی مراجعه کنیم. ما خیلی ما مسائل دینی نمیفهمیم، خیلی ما که ادعا میکنیم میفهمیم نمیفهمیم. ما حقوق زن نمیفهمیم، حقوق مرد نمیفهمیم، حقوق شوهر، حقوق خانواده، حقوق حیواناتی که به خانواده ما هست، حقوق همسایه، حقوق قوم و خویش، حقوق برادر، حقوق مسلمان، اینا نمیفهمیم. آیا وقتی که دهن ما باز میشه چی حرفایی که راجع به کسی نمیگیم؟ چی حرفایی راجع به کسی نمیگیم؟ شیرازی جامعه اسلامی ما از هم پاشوندیم. دیگه جامعه اسلامی امروز جامعه اسلامی نیست. نه در اروپای جامعه اسلامی است، نه در آمریکا اسلامی است. یقین کنید که نه در افغانستان و نه در ایران و نه در سعودی، در هیچ جا جامعه اسلامی که پیامبر خدا اینا رو با هم برادر کرد، عقد و اخوت برای اینا بس، در هیچ جای جامعه اسلامی وجود نداره. این جامعه های شیطانی است، غیبت است، تهمت است و خیانت است و جیب زدن است و ضرر رساندن است برای مسلمانان. هر کس به فکر این است که چگونه برای کس دیگری ضرر برسانه. بنابراین ما باید متوجه این قضیه باشیم که ما خانواده اسلامی که باید باشیم همون خانواده هستیم و اگر نیستیم باید تجدید نظر بکنیم که ما خانواده نیستیم. مسئله سوم ان تعینه بنفسک و مالک و لسانک و یدک و رجلک. برادر مسلمان خود را کمک کن. چکار کن؟ جان فدایی کن. با جان خود را کمک کن. با جان. اگر لازم بود که جان را در خدمت برادر مسلمان قرار دادی، قرار داد. اگر لازم بود که مال خود را قرار دادی، مال را قرار دادی. اگر لازم بود زبان را قرار دادی، دست را قرار دادی، پا را قرار دادی برای برادر مسلمان خود، بکنی کارا. این شرط سومه. آیا ما روز چند قدم برای مسلمان ها برمی‌داریم؟ روز چند کلمه برای مسلمان ها و نفعشان حرف میزنیم؟ روز چند مرتبه با چند نفر دست می‌زنیم، دست با علامت محبت می‌فشاریم و اون برادر رو حساب می‌کنیم. بعد می‌فرماید چهارم ان تکون عینه، باید چشم برادر خود باشی. عین چشم برادر خود باشی. چطور؟ یعنی حاضر نمیشی که به چشم صدمه وارد باشه. اگر جزئی ترین حادثه از آسمان احساس کنی به طرف چشم خود تو میایه، فوراً دست را حجاب چشم قرار بدی که چشم محافظت کنه. اگر احساس کردی که به طرف مسلمان حادثه از زمین و آسمان به طرف برادرت میایه، دست بگیری که حادثه به جان برادر مسلمان نخوره. ان تکون عینه، باید چشم او باشی. همونطوری که چشم خود را محافظت میکنی، باید چشم برادر مسلمان خود محافظت کنی. اینا حقوق اسلامی است. اینا متوجه باشید و حتما بیاد شما باشه که امام فرمودن کمترین حق، اینا کمترین حق.
به بیشترین حقش میره، به بیشترین حقش میرسه. پنجم، ان لا تشبع و یجوع ولا تروی و یظمأ ولا تلبس و یعری. فرمودن که سیر نخوابی که او گرسنه باشد، سیراب نخوابی که او تشنه باشد، پوشیده نخوابی که او برهنه باشد. تا وقتی که او لباس ندارد تو لباسهای شیک میپوشی، اما میبینی که یکی به اطراف تو از اقوام تو، از دوستان تو، از نزدیکان تو لباس نداره، نان نداره. نان داری، امکانات داری، همه چیز داری، اما میبینی به دور توی افراد هستن. اگر به این محیط هست نیستن، به اون محیط هستن. اگر از اقوام از بیگانگان نیستن، از اقوام تو هستن. خواهرزاده است، برادرزاده است، پسرعمه است، پسرخاله هست. اگر اینها نیست، همسایه هست. اینها همه هستن و ما مسلمانیم. میگه لا تشبع و یجوع، سیر نخوابی و او گرسنه باشد. این کمترین حقه. آیا برای حقوق فقرا و مستمندان چیکار کرده؟ چیکار کرده؟ زکاتی که واجب برگردن ما پرداختیم، خمسی که واجب برگردن ما پرداختیم، ما حساب سال خورداریم. صلوات ختم می‌کنیم. ما حساب سال خورداریم. ما صدقه و فطری روزه به مواردش رساندیم، خرج کردیم. چیکار کردیم ما؟ بریم مراجعه کنیم به دفتر اعمال خود، نگاه کنیم چیکار کردیم. ان یکون پنجم، ششم، ان یکون لک خادم ولیس لاخیک خادم فواجب ان تبعث خادمک فتغسل ثیابه و تصنع طعامه و تمهد فراشه. گوش کنید که این کمترین حق میفرماید. اگر صلوات میفرماید در زمانهای قدیم خادم بوده دیگه، کسی خدمت داشته. امروز هم دارن مردم خادم دارن دیگه، بعضی‌ها خادم دارن. میفرماید همسایه و برادر مسلمانت خادم نداره و تو خادمی داری و باید این خادم رو بفرستی برای برادر خود که کمک کنه. این سنت در اطراف افغانستان هست دیگه. کسی زمینی داره و کسی دیگه بازرگانی داره، کشتمندی داره، کشتمند و بازرگر خود میفرسته برای کمک دیگران. اونایی که در صحرا زندگی کردن میفهمن که این قضیه در اطراف افغانستان و در قدیم مونده. همون وقتی آدم شهرنشینی میشه این چیزها فراموش میکنه. میگه اگر خادمی داری و او خادمی نداره، برای برادر مؤمن و مسلمان کمک کن. خادم خود را بفرست او کار بکنه و لباس او، در شستن لباس او کمک کن. بازم در قدیم بود، در دهات و در زندگی‌های قدیم همسایه و قوم خویش می‌آمد برای شستن لباس کمک می‌کرد. آیا اگر امروز مریضی رو دور و بر ما باشه، ما به اون مریض کمک می‌کنیم؟ و می‌فرماید غذای او را آماده کن، برای او غذا پخته کن و فرش او را تمیز کن و خانه او را مرتب کن. اینا کمترین حق. آخرین حقی که امام می‌فرمایند از جمله کمترین حقوق، می‌فرمایند ان تبر قسمه و تجیب دعوته. دعوت برادر مسلمان را بپذیر. اگر تو رو دعوت میکنه، بیخیالی به خرج نده، خونسرد رد نشو. برادر تو را به خانه خود دعوت کرده، یا به جنازه، یا به مهمانی، یا به عروسی، یا مثلا به هر دلیلی، یا به حسینیه شما دعوت کرده، به مسجد دعوت کرده، کارتی و پاکتی میایم، بعد نگاه میکنین آقا این کارت از کجا آمده؟ پدر این کارت از حسینی، از مرکز امام حسین آمده، یا از جامعه آمده، یا از ولی اصل. خوب برو مسجد، اشکال نداره، مسجد اشکال نداره. این دعوت لزومی نداره که چی بشه. بله اگر از جایی که مطابق و میل ما میامد میرفتیم. دعوت قبول کنیم. دعوت برادر مسلمان از هر آدرسی، از هر سنگری، از هر میدانی
که دعوت صورت میگیره تا جایی که ممکنه باید به دعوتها اجابت بدیم، باید احترام قائل باشیم به دوستان، به برادران، به همه باید احترام قائل باشیم. و بعد میفرماید و تعود مریضه، برین از مریض او عیادت بکنیم. از کدام مریض رفتیم عیادت کردیم؟ اگر نتونستیم زنگ زدیم، پیغام دادیم، مسیج دادیم، فیسبوک دادیم، کجا چیکار کردیم؟ یک لحظه وقت مریض مشغول کردیم که او به ما فکر کنه و ما به او فکر کنیم. و بعد میفرماید و تشهد جنازته، به جنازه مسلمان بریم خود به جنازه برسانیم. و اذا علمت له حاجه تبادره الی قضائها، اگر حاجتی و احتیاجی برای او میبینید برین با حاجت او رسیدگی بکنید و او را کمک بکنید. بعد میفرماید اگر این کار کردین شما، آن وقت شما به همون عقد و اخوتی که پیامبر شما بست شما عمل کردین. شما فرزندان همون مسلمان هستین که اونا در مدینه همسال و مهاجر و هم عقد و اخوت بستن، شما بچه های اونا هستین. اگر که فرزندان ناخلف خواهید بود که این ولایت دین و اسلام را نپذیرفتیم و خداوند حتما میپرسد و حتما سوال میکنه. نکته‌ای که میخواهم روی او تاکید کنن، همه شما متوجه نکته باشین که باز ممکنه سوال به وجود بیاد، توهم به وجود بیاره. این نکته همه بیاد شما باشه. و قد یتوهم المتوهم ان المقصود فی الاخوة فی احادیث اهل البیت علیه السلام خصوص الاخوة بین المسلمین الذین من اتباعهم و شیعتهم خاصه. میگه که ممکنه این سوال به ذهن شما پیش بیاد که این مسلمان و مؤمنه که ما گفتیم، امام صادق علیه السلام میگن ممکنه این مؤمن و مسلمانی که ما به شما گفتیم که این حقوق احکام داره، شما خیال کنین که اینها همونایی هستن که پیروان ائمه معصومین و امام جعفر صادق هستند. امام میفرماید ممکنه این رو شما خیال کنین، شما ممکنه این رو خیال کنین و ممکن هم از این سوال پیش میاد که خب مؤمن مسلمان و بعضی ها دیگه مردم مؤمن نمیدانن، خودتون مؤمن میدانن، نه خمس دادن، نه زکات دادن، نه به جماعت شرکت کردن، نه به کار امور خیریه شرکت کردن. به سال 10 روز و در 10 روز یک روز در شب عاشورا یا تاسوعا به تکیه آمدن که ما از همه مؤمن‌تر، ما از همه مؤمن‌تر، ما مسلمان بود دیگه. مردم اون مؤمن، فرق مسلمان و مؤمن اینه که ما پیروان ائمه علیهم السلام مؤمنیم. حالا اونا مسلمان آقای پیرو ائمه علیهم السلام آخه مراجعه کردی به دفتر کار، زندگی، خمس و زکات و نماز و صوم و صلات و حقوق پدر و مادر و کی نگاه کردی؟ مگر ائمه علیهم السلام مقامی هستند که فقط به درد گناهکارا بخورن؟ فقط گناهکارا تارک الصلات ها، تارک الصوم ها، تارک الحج ها، اینها رو بیان کمک بکنن؟ ائمه علیهم السلام به این هستند. ائمه علیه السلام یار و یاور اشخاص با ایمان، با تقوا، مؤمن. ائمه علیه السلام به سراغ اینها میآیند، اینها کمک میکنن. به سال 10 روز، در 10 روز، یک روز، در یک روز، یک ساعت، او هم به پای سخن و سخنرانی از 1000 کلمه هم یک کلمه نفهمیدیم. ما مؤمن هستیم، ما مسلمان هستیم. امام میفرماید این توهم پیش نیاید شما که خصوص برادرای بین مسلمان ها الذین من اتباعهم و شیعتهم خاصه، گمان نکنید که اینا فقط شیعیان خاصه هستند، ولکن الرجوع الی روایاتهم کلها یطرد هذا الظن و این کانوا من جهت اخرى. بعد میفرماید که معاویه ابن وهب سوال کرد از امام صادق علیه السلام و فرمود که این مؤمن و مسلمانی که شما میگین یا ابن رسول الله، این مؤمن و مسلمان
او کسانی که از شما پیروی نمیکنه اونا هم شامل میشه. امام فرمودن که ما مؤمن و مسلمان میگیم همه مسلمان هم. گفت که ما چیکار میکنیم در این رابطه؟ امام فرمودن نگاه کنیم که امام صادق چیکار میکنه. فرمودن ما به جنازه هر مسلمان میرم، امانت هر مسلمان نگهداری میکنم، به خانه هر مسلمان میرم، دعوت هر مسلمان قبول میکنم و با هر مسلمان کمک میکنم. شما نگاه کنید به امام خود، به رهبر خود، رهبر شما چیکار میکنه؟ ما برای هر کس یسمعون فوالله انهم لیعودون مرضاهم، به خدا قسم که ما مریضانشان عیادت میکنیم و یشهدون جنائزهم و به جنازه هایشان میریم و یقیمون الشهادة لهم و علیهم و برای آنها شهادت میدیم. اگر لازم باشه میریم شهادت میدیم و یؤدون الامانة الیهم و امانت اونها برمیگردانیم و خیانت نمیکنیم با آنها. کلام امام صادق علیه السلام است. اما اونهایی که امروز مردم از هم جدا میکنن، هر کدام به نوعی و به نحوی جدا میکنن، تخم نفرت و کینه در میان مسلمان ها میپاشن، ما نمیدونیم اینا به چه صورت جواب میدن. بعد صحابی دیگری داره امام صادق علیه السلام به نام ابان ابن تغلب. ابان ابن تغلب از اصحاب خاص امام علیه السلام است و او میگه که ما در حین طواف کردن بودم، در حالی که طواف میکردم، كنت اطوف مع ابي عبد الله فقرز لي رجل من اصحابنا كان سألني الذهاب في حاجته فاشار اليه فرآنا ابو عبد الله. میگه من در حال طواف کردن بودم در خانه خدا، یک مرد از کنار اشاره کرد که بیا تو کار کن. میگه من توجه نکردم. ببخشیم که ما پا خورم اینجور میگذارم به خاطر که همین منبره این جان محترم طوری ساخته که یک وجه بیشتر یه جا نمیشه و چند بارم گفتم، بعضی برادرها قول دادن گفتن که تا فردا شب درست میکنید این شب آخر هم شده هیچ کارم نکنید. من جا هم نمیشم اینجا آخوند یک وجبی به کاره که اینجا جا باشه. اگه دو وجب مثل ما باشه جا نمیشه. صلوات خدمت محمد. اینی که من اشاره کرد که ما با تو کار دارم، من توجه نکردم. امام صادق علیه السلام به ما اشاره کرد که بیا بیرون. من بیرون آمدم با آقا گفتم آقا طواف واجبه رو طواف میکنم. آقا گفتن که طواف واجبه؟ آخر این برادر مسلمان به تو کار داشته، تو بیا حاجت خود روا کن. طواف واجب رها کن، باز بعد کار رو انجام دادی، باز بیا به این طواف بچسب. و معلوم هم نبود که این آدمی که حاجتی داره چی طایفه و از کجای و از کدام شهر به ابان ابن تغلب اشاره میکنه که بیا بیرون میشه با او میگه ابا عبدالله علیه السلام امام جعفر صادق علیه السلام مردید اونو گفت برو با او حاجت او روا کن و ادا کن پس بیا. بعد ابان میگه که این حج طواف ما واجبه. امام میگه فذهب الیه، برو وقتع طواف قطع کن برو کارو انجام. بعد ابان میگه رفتم و حق اون ادا کردن و با او کمک کردن. بعد میگه بیقرار شدن و از امام پرسیدن که آقا حق مؤمن و مسلمان رو به ما توضیح شما اینقدر به ما سخت گرفتین که طواف و واجب قطع کنن و ما برون با حاجت این بنده خدا رسیدگی بکنیم. میگه اصرار کردن که حق مؤمن با مسلمان رو به ما توضیح بدیم. میگه امام خونسردی نشان دادن، توضیح نمیدادن، اصرار کردن که توضیح بدیم. بعد امام گفتن که خب سخته که شما بتونین حق مسلمان ادا بکنین و ممکنه که برای شما
با مشکل بخوریم و نتونیم ادا بکنیم و گناه شما زیاد باشه و نتونیم ادا بکنیم. بعد میگه اصرار کرد. بعد که اصرار کردن امام علیه السلام فرمودن که تو نصف مال رو باید بدی به برادری که محتاجه، به برادر مسلمان، نصف مال. میگه بازم اصرار کرد که بیشتر شد. امام فرمودن که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. آیا میدونی که خدا گفته که از اون چیزایی که دوست داری باید اون نسبه دیگه که دوست داری اونم باید، چون اون دوست داری به این احتیاج نداشتی داری، اون نسبه احتیاج داری دوست داری. فرمودن ایثار چیه پس؟ تو از ایثار اینه که اون نسبی هم که او علاقمندی اگر اون احتیاج داره اون نسبه هم بدی بریش اگر احتیاج داره. آن وقت میگه که اوان تغلیب گفت یا رسول الله ما کجا دین کجا اسلام کجا، ما در چی وادی سیر میکنیم و دین با کجا مونده است، ما کجا وادی ما کجا و ائمه معصومین علیهم السلام، ما کجا و کربلای ابو عبدالله حسین علیه السلام. آیا از حسین اکتفا به نام حسین کفایت بکنه؟ فقط از حسین علیه السلام ما نام حسین داشته باشیم هم یک شب تکیه کفایت میکنه؟ این اسلامه. امام حسین علیه السلام آمد جان خود